مس نگینی در شرق کشور. این معدن یکی از معادن بسیار غنی با عیار بالاست و ظرفیت سالانه این معدن 3000 تن کاتود مس است. معدن مس سیاستراگی نگینی در شرق کشور. این معدن یکی از معادن بسیار غنی در شمال استان سیستان و بلوچستان و در منطقه اومار سفیدآبی شهرستان نیمروز است. ظرفیت کارخانه در مس ایرانیان بالغ بر 3000 تن مس کاتودی در سال می باشه و ذخیره معدنی آن به شکلیه که میتونیم در آینده نزدیک شهرستان نیمروز رو به یک قطب صنعتی در استان سیستان و بلوچستان تبدیل کنه. وجود بسترهای مناسب برای اشتغال با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی و افراد بومی این منطقه باعث شده تا نیروی کار انگیزشان دوچندان شود. من الان 9 ماهه توی این معدن در بخش اکتشاف دارم کار میکنم. ناظر حفاری هستیم. ما 2 سال است که شروع به کار کردیم داخل معدن. بیشتر مردم اینجا کوچ کرده بودن ولی الان خدا را شکر دوباره برگشتن. اغلب نیروهای آماده به کار در این معدن از روستای مجاور این معدن هستند. ما در واقع در روستای اومار که روستای ناشناخته در شمال استان هستش، اکثر جوانان روستای ما که واجدین شرایط هستند مشغول به کار در این معدن هستند. این یک افتخار برای جمعی روستا و این استان ما که این کارخانه اینجا برگزار شده و همه بچه ها اینجا الحمدلله سر کار هستند. استان سیستان و بلوچستان بر روی کمربندی از معادن قرار دارد. امروز خدا رو شکر تو بحث معادن ظرفیت خیلی خوبی داره که در حال حاضر ما بیشتر معادن شن ماسله داریم، معدن آنتومانه داریم، معدن سیاسترگی رو داریم، معدن جانجا رو داریم که در حال حاضر معدن سیاسترگی ما خدا رو شکر به مرحله تولید رسیده و بالغ بر 340 تا 350 نفر اشتغالزایی مستقیم انجام داده. وجود معادن بسیار غنی علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در منطقه موجب رشد زیرساخت‌های مورد نیاز در بلند مدت و تبدیل به قطب معدنی و صنایع معدنی استان خواهد شد. استان سیستان و بلوچستان رنگین کمانی از معادن است که با بهره برداری از این معدن مس چرخه تولید با جدیت هرچه تمامتر ادامه خواهد داشت. پرویز سید اربابی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای اومار، سفیدآبی نیمروز. زنگ